سلام علیکم همدیاران عزیز اعضایان گروه انگور و باغ. من با شما امروز روز 23 ایولی سال 2022 یک نمود انگوری دیگر رو پیشنهاد میکنم. انگوری کشمش اسکندری. من همین توک رو که میبینید این پیوند کندهش 4-5 ساله هست لیکن پیوندش رو نه بالاتر پیوند کرده بودیم. پیوندی سال 2020 است. 2021 گرفت و نودا کرد و 2022 بست. آنچه بست. و حاضر در بلنده که هست من یک خوشش رو میگیرم و رفته بعضا در پشت میز شیشته حالنامه این انگور رو به شما شرح داده میدیم. دیدید این کشمش است. کشمشی که از چلیکه که ما درستر بگمانم خواه حاضر کنیم از نزدیک میبینیم. اعضایان گروه انگور و باغ ما دوام میدیم خاراکتریستیکای انگور رو، یعنی که حالنامه انگوری نوعی اسکندری بینید. همدیران عزیز دوام میدیم شرح دادن انگور اسکندری رو. من فکر کردم که خودم دو دست نشونتیم خوبتر میشد. بینید این کشمش است. این کشمش است. من برای سراونینش شاهانه آوردم، سیاهک آوردم، چلیککی خودم رو آوردم. حاضر باز دور یک مرتبه من چیزی که خواهد کردم انگور اسکندری. این انگور کشمش است. یک انگور نشونتیم دانه ندارد و در پیش شما من حاضر بریده نشون میدیم. دونه نداره. با جای دونه میشوه گفته گپ هست یکتا. این رو رودیمین میگن، دونه نه. این رو هم در تایی دست هم پچق میشد میره دینا پچق شد تایی دستی ما. دونه پچق نمیشد، این پچق شد رفت میده شد. منو بینید. دیدید؟ دونه ندارد. در روزیش رو ببینیم. در روزیش گوگرد 5 سانتیمتر است. گوگرد 5 سانتیمتر است. این 4 سانتیمتر. از 4 با خوشاوی است که از 4 سانتیمتر زیادم 5 سانتیمتر هم دورم. دیدید؟ خیلی دراز است. این کشمش است. برای مقایسه در پیش کشمش میمونم چلیکه که خودمون رو. از چلیکه که خودمون دراز است کشمش. این چلیکه سیاه، این عموما نویر چلیکه هم معلوم نه. این بولوشو گرفتیم، این میدهد. این نویرش هم نمیشود. من این شاهانه خودم خیلی شاهانه من نوی اعلا کردم گفتم که این شاهانه درازش از شاهانه هم دراز. من این خوشه شاهانه که من حاضر از حوالیم چیندم. این هر یک شاهانه شده است که 20 گرم شده است. میوهش هر یک دونهش. انا همدیاران عزیز درباره این کشمش من چی میگویم؟ این کشمش رو من نامش رو اسکندری ماندم. این رو از امریکا من قلمچه‌اش رو آوردم. قلمچه این تو از امریکا آوردم تا اینجا $500 غلطید به من. لیکن این یک تاریخ خود رو دارد آوردنش. هیستوری خودش رو دارد. چخیل آوردم چخیل میموند. ولی در امریکا در این نام نموندم. ولی نو در مرحله آزمایشی است که علاقه ما گرفته آورده میرون. از همین سبب نام امریکایی نداشت. من نامش رو اسکندری موندم. اکای علی جان اوراقوف نامش این کشمش لامبورجینی نه التیموس اسکندری. مالش یک تاخت نام ماندمونی من اینقدر 30-40 نمود انگور آوردم. انکو این رو بینید. این انگور اگر کمتر در آب مونده خوریم این نهایت به مزه است. این قرپستی انگور است.
خراب میکنند قرص میکنند میشکنند زیاد آبش خرید شیرین است کشمیش است هم کشمیش همش با مزه است و باز قید کردن هستم که در جهان انگورهای دونکدار از بین رفته شدن چون که خورده و از دهانشون برآوردن دانه بسیار بد میتواند و انگورهای بدانه را من به نزدیکی در روسیه بودم بدانه بسیار است بدانه قیمت است بدانه بسیار به فروش میرود از همین سبب من به انگور پرورو توصیه میدادم که از این انگور سبزانند باغ‌ها کنند صادرات کنند اگر نرخی شاهانه من همیشه شاهانه بقوت 15 سوم باشد نرخی این 25 سوم فرقتش رو ببینید انا درباره انگوری اسکندری من به شما شرح دادم خواهی اگر یک سوال جواب شود به من دید از شما یک خواهش فقط یا رفقای خودتان رو بگویید به گروه انگور و باغ ابونه شوند پیگیری کنند برای شویم پدپسات کنند و من باز آینده نوارهای بسیار جالب و عجایب پیشنهاد میکنم انگورهای نوهای دیگر رو پیشنهاد میکنم شما مزه کرده تماشا میکنید از این انگورها دسترس کنید این انگور نهالش 1 سال 2 سال قیمت است بعد ارزان میشود بسیار کشید حاضر که یک درخت است خیلی نهالش کم است 10 دانه است 5 دانه است برای هوای ارزشش بالاتر میگه که بعد از 1 سال 2 سال ارزان شده میرود به مانند انگورهای خودمون بسیار میشود انا در پناه خدا باشید عزیزان دل باغداری کنید محنت کنید آرزو و هوس کنید کار کنید و به همتون آرزو و هواتون خدای تعالی رساند در پناه خدا باشید